با سلام، ابوالفضل رجبپور هستم، مدیر سایت xamarin-persian.ir. در این جلسه میخوایم راجع به ذخیره سازی اطلاعات در سیستم عامل اندروید صحبت بکنیم. ما در برنامه‌هامون همیشه نیاز داریم که یک سری اطلاعاتی رو ذخیره بکنیم. این اطلاعات یک سری از اوقات ساختارمند هستند، یک سری اوقات اطلاعات کوچک بدون ساختار. ما در هر کدوم از این شرایط یک سبکی برای ذخیره سازی رو انتخاب میکنیم. مثلا فرض بگیرید ما نیاز داریم توی یک برنامه‌ای تنظیمات برنامه‌مون رو که کاربر انتخاب میکنه ذخیره بکنیم. مثلا این کار رو انجام بده یا نده، اگر اجرا شد این اتفاق بیفته یا نیفته. یه سری تنظیماتی که توی خیلی از برنامه‌ها مرسوم هست داشته باشن، یا یه سری اطلاعاتی که به درد لاگ خودمون میخوره برای پشت صحنه برنامه. این اطلاعات غیر ساختارمندی هستن، اطلاعات کوچکی هستن که باید به راحتی بتونیم اینها رو در سرتاسر برنامه در دسترس داشته باشیم، راحت هم بتونیم اینا رو ذخیره بکنیم و بازیابی بکنیم. یه حالت دیگه هم هست که اطلاعاتمون فرمت دار هستن و احتمالا نیاز داشته باشیم روش کوئری بزنیم و اینها رو باید به صورت ساختاری داشته باشیم. مثلا فرض بکنیم توی پروژه خودمون که فروشگاه داریم میسازیم، مثلا هر خریدی که انجام میده سبد خریدش به صورت یک ساختار هست دیگه. مثلا کدوم کالا چه تعداد درخواست کرده، یا مثلا فرض بگیریم ما اطلاعات کتاب ها و اطلاعات دسته‌بندی هایی رو که از وب سرویس میخونیم میخوایم کش بکنیم. طبیعتاً چون اطلاعات ساختارمند هستن و ممکنه زیاد هم باشه تعدادشون، بهتر اینها رو توی یک دیتابیسی ذخیره بکنیم. ما توی این جلسه میخوایم راجع به داده های غیر ساختاری، داده های کوچک صحبت بکنیم. اندروید یک سیستمی رو برای این کار خودش تهیه کرده که ما خیلی راحت میتونیم وقتی که اطلاعات کوچک کم حجم و غیر ساختار یافته‌ای رو میخوایم ذخیره بکنیم، میتونیم از اون سیستم استفاده بکنیم. این اطلاعاتی که ما ذخیره میکنیم فقط توسط برنامه خودمون در دسترس هست، یعنی برنامه‌های دیگه نمیتونن به اون اطلاعات دسترسی داشته باشن. اصطلاحاً به این سیستم شیرد پریفرنس گفته میشه که خیلی استفاده از اون راحت هست. خب حالا ما بیایم توی برنامه‌مون از این قضیه استفاده بکنیم، به صورت کاربردی بیایم بهش نگاه بکنیم. مثلا ما میخوایم به محض اینکه کسی اومد وارد اولین بار برنامه رو باز کرد، ما بهش پیغام خوش آمدگویی بگیم، یا اگر دفعه‌های اول نبود بهش مثلا یک پیغام دیگه‌ای بهش نشون بدیم، یا یه سری لاگ هایی رو که برای تحلیل بیزینسمون بعداً به دردمون میخوره. مثلا اینکه این کاربر اولین بار کی وارد برنامه شد، اولین باری که برنامه رو اجرا کرد، یا یه سری اطلاعاتی از این قبیل که هر برنامه‌ای با توجه به نیازش اینها رو میتونه داشته باشه. خیلی از برنامه‌ها حتی برای لاگ خودشون تعداد باز شدن یک سری صفحات رو هم ذخیره میکنن، یعنی اینکه صفحه فلان محصولم یا فلان صفحه برنامه‌ام چند بار باز شد، هر دفعه که باز میشه این اطلاعات رو یه کانتری داره میندازه بالا که این صفحه یا این محصول باز شد و بر اساس اون تصمیم میگیره. خب ما حالا میخوایم یه کاری بکنیم، میخوایم اولین بار که وارد فروشگاه میشه پیغام خوش آمد بگیم، اگر دفعه اول نبود یه پیغام دیگه بهش نشون بدیم. خب مینمون رو باز میکنیم. ما الان توی مینمون اون لیست ویو کاتگوری رو که داریم، میخوایم یه دکمه بندازیم بالای صفحه که یه پیغام خوش آمد روی این نمایش بدیم. خب اسمش رو میذاریم BTN BTN مسیج بذاریم که کلی تر باشه. خب حالا میایم توی برنامه.
ما میخوایم ببینیم چجوری به این پریفرنس ها یا اصطلاحاً این سیستم ذخیره سازی دسترسی داشته باشیم. به این سیستم توی اندروید شیرد پریفرنس گفته میشه. ما برای دسترسی بهش ابتدای متغیر تعریف میکنیم آی شیرد پریفرنس، اسمش رو شیرد پریفرنس مساوی شیرد preference manager dot get default shared preference. کانتکست دیس رو بهش میدیم. ما اول میایم یه iShared preference تعریف میکنیم preference manager dot get default shared preference. ما الان به شیرد پریفرنسمون دسترسی داریم. خب ما میخوایم ببینیم که آیا دفعه اولش هست یا نه. طبیعتا این سیستم اولین بار که هیچ اطلاعاتی نداره. تو این سیستم اطلاعات به صورت کی ولیو ذخیره میشن، یعنی همون چیزی که ما در قسمت انتقال اطلاعات بین صفحات داشتیم که یک اسم برای متغیرمون یا کی انتخاب میکردیم، اون طرف ولیوش رو چک میکردیم. اینجا هم همینطوره. ما میگیم که ببینیم shared preference dot get int boolean float long string که ما میتونیم بگیم که توی این کلیدی که میدیم چه اطلاعاتی وجود داره. ما فقط اولین بار داریم میخونیم، هنوز به پوت و گذاشتن نرسیدیم. ما میخوایم اولین بار کاربر رو چک بکنیم، بهتره که بولیان ذخیره بکنیم. خب get بولیان first time میگه دیفالت اگه هیچی توش نبود چی بهتون بدم. ما دیفالت میگیم اگه هیچی نبود بهمون بگو ترو، یعنی اولین بار دیگه داره میاد. خب این رو میریزیم توی این قضیه، توی متغیر. خب بعد الان یه if میذاریم، میگیم if first time مساوی ترو، بیا این کار رو بکن، در غیر این صورت این کار رو بکن. ما میخوام روی اون دکمه یه متنی بنویسیم، میگیم که وار btn message، اون رو پیداش میکنیم resource.id button message بود اسمش. خب میگیم که اگه دفعه اول بود btn message رو دات تکستش بنویس خوش آمدید. اگه دفعه اولش نبود بنویس از حضور مجددتان خرسندیم مثلا. خب ما شیرد پریفرنس رو تعریف میکنیم، میگیم با این کلید توش یه بولیانی هست، بهمون بگو که وضعیتش چطوریه. اگه ترو بود دفعه اول خوش آمدید بگو، اگه نه بگو حضور مجددتان خرسندیم. خب حالا برنامه رو اجرا میکنیم. خب خوش آمدید، چون اولین بار هست داریم اون متغیر رو استفاده میکنیم. خب ما اگر چند بار دیگه هم برنامه رو اجرا بکنیم بازم خوش آمدید میبینیم. چرا؟ برای اینکه ما اولین بار که برنامه اجرا میشه باید برای دفعه‌های بعد این تنظیمات رو ذخیره بکنیم که دیگه دفعه اولش نیست این اتفاق افتاده. خب ما باید دقیقاً توی همین کی اینجا چون داریم از فرست تایم استفاده میکنیم، دقیقاً توی فرست تایم رو فالس بکنیم برای دفعه‌های بعد که بدونیم این دفعه اولش نیست داره وارد میشه. به چه صورت؟ ما اینجا دیگه نمیتونیم بگیم shared preference dot put، نداره. تو این روند باید از shared preference editor استفاده بکنیم. ببینید I shared preference editor
اسمش رو میذاریم ادیتور مساوی. ادیتور رو چیکار باید بکنیم؟ از کجا؟ از همون شیر پریفرنسی که اینجا تعریف کرده بودیم باید بگیم که دات ادیت، برو تو مود ادیت. حالا با این ادیتور کارمون رو انجام بدیم. ادیتور دات پوت، همون گتا رو این طرف به صورت پوت داریم. بولیان. خب دقیقا عینش رو باید اینجا بنویسیم. توی فرست تایم این دفعه بذار فالس. ذخیره که کردی حالا باید سیوش بکنیم، این خیلی مهمه. editor dot apply اطلاعات ذخیره بشه. خب حالا برنامه رو اجراش بکن. خوش آمدید. خب برنامه رو میبندیم. دفعه بعد از حضور مجددتان خرسندیم. درسته؟ خب حالا این اطلاعات رو دیدیم که نحوه ذخیره سازی اطلاعات کوچک یا اصطلاحاً اطلاعات پریفرنسی تنظیمات کاربر توی سیستم عامل اندروید اینجوری امکان پذیره. از این اطلاعات به طرق مختلف میشه استفاده کرد. فرض بگیریم مثلا ما میتونیم اینجا بگیم که editor.put string first visit. خیلی از شرکت ها اولین بار حضور شما رو ذخیره میکنن توی برنامهشون و بعد که شما اینترنتتون وصل میشه، سبد خریدتون رو میخواین کامل بکنین، لاگین بکنین، بالاخره توی بازه‌های زمانی که با اینترنت کار دارین همراه باهاش این اطلاعات رو هم میفرستن که این شما اولین بار چه تاریخی وارد برنامه شدید. حتی میتونن اینجا دقیقا همین روند رو هر دفعه‌ای که شما دفعه بعد هم که وارد میشین اون فرست ویزیتتون باشه، اینجا لست ویزیتتون باشه. بعد هر جا که نیاز شد و به اینترنت دسترسی داشتین این اطلاعاتی که اولین بار شما کی ویزیت کردین، آخرین بارم که برنامه رو باز کردید، این اطلاعات رو داشته باشن و بفرستن. صرف نظر از کاربردش که چه جوری هست یا نه، نحوه ذخیره سازی اطلاعات غیر ساختاری یافته یا کوچک به این صورت هست توی اندروید. ما توی جلسه بعد راجع به ذخیره سازی داده های ساختارمند صحبت می‌کنیم.